استقبال میگیریم بنفشه رجبووا رو. بار دیگر همش خوش آمدید میگویم. یک دقیقه مخلصانی عزیز، پس پرده چقدر بانوانی که نباشن اکثریتش فکر میکنم که خریداری دائمی فیرمای ارامت هستند و بانو بنفشه نیز یکی از آنهاست. مرحمت گنجینه بانو تحفه این کس را به او تقدیم نماید. بنفشه جون از مغازه ارامت با شما. تشکر زیاد.